بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید که آنها بهره برند و شما هم از اجر و پاداش محروم نشوید. یک میخواهم که بگویم، بسیاری برادرها میگویند که بسیار شتاب سخن میزنی. برادران گرامی، اگر که من شتاب سخن نزنم، این درس خیلی وقت زیادی را میگیرد. برای همین من شتاب سخن میزنم. اگر که شما خواهید که من آیسته آیسته گپ زنم، دقیقه درس خیلی زیاد میشود. من این درس ها را اصلا کوتاه میکنم. درس ها 40 دقیقه 50 دقیقه هستند، ولی من آنها کوتاه میکنم برای شما که برای یعنی که دشوار نشود یا که وقتی زیاد شما را نگیرد و شما در همین حالم خیلی کمی از مردم گوش بکنند. برای همین برادران گرامی، این درس ها را به دیگران هم رسانید. بعد این درباره این قصه هایی که ما علامت های نشانه های بزرگی که ما سخن میزنیم، این همش از روی قرآن و سنت هستند. برای همین من زبان عربیش میبیارم، حدیث با زبان عربی و قرآن با زبان عربی، تا آنی که همون چیزی که پیغمبر یا که الله یا که پیغمبر گفته است همون رو برای شما ترجمه کنم، همون سخنای گفته است، از او زیاد و از او کم نکنم. برای همین من بعضی وقت همین حدیث ها رو با زبان عربیش هم برای شما میبیارم. موضوع امروزی نباز درباره علامت های بزرگ روز قیامت است و دوام درسی پیشینه است. امروز ما میخواهیم درباره علامت دیگری یا نشانه دیگری از نشانه های بزرگ روز قیامت، این چی است؟ یأجوج و مأجوج. یأجوج و مأجوج اینها دو کلمه هستند. در اهل علم در این مسئله اختلاف کردند، آیا اینها کلمه های عربی هستند یا که کلمه های غیر عربی هستند. بعضی از آنها میگوید که این دو کلمه غیر عربی هستند و اشتقاق، یعنی که اشتقاق نمیشوند، برای کلمه های غیر عربی اشتقاق نمیشوند. دیگر عالمان میگویند که این دو کلمه عربی هستند و اختلاف کردند در اشتقاق همین، یعنی در از کدام کلمه اینها گرفته شدند. همین کلمه یأجوج و مأجوج اینا دو قبیله هستند. بعضی اهل علم میگوید که از کلمه اجیج النار. اجیج النار این معنا دارد که نار آتش. اجیج یعنی که همون انگیزش یافتن یا که شعله‌ور شدن آتش، یعنی که زیاد شدنی شعله آتش، همین معنا را دارد. و دیگران میگویند که نه، این کلمه این دو کلمه از کلمه اجاج گرفته شده است که معنای اجاج چی است؟ معنای اجاج این آب شوری سختی، کلمه اجاج. با بعضی میگویند که این دو کلمه از کلمه اج گرفته شده است. اج، یأجوج و مأجوج. اج این چی است؟ میگه این یعنی که شتابی سخت یا که دویدنی سخت. و بعضی میگویند که از کلمه اجه معنای چه دارد؟ معنای آمیخته شدن یا که آلوده شدن. و باز علما اختلاف کردند در نسب اینها، از کدام نسب هستند. بعضی‌ها میگویند که این یأجوج و مأجوج از فرزندان آدم علیه السلام است، که اینا حافظ ابن حجر میگوید که آنها دو قبیله هستند، دو قبیله از فرزندان یافیس پسر نوح علیه السلام. و آنها میگه از فرزندان چی هستند؟ از فرزندان آدم و حوا هستند. برای که حدیث و امین سخنی کرا، یعنی که دستگیری میکند، یعنی که تقویت میبخشد، حدیثی که در ابی سعید الخدری رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید: یقول الله عز وجل یوم القیامه. الله عز وجل روز قیامت میگوید که یا آدم، ای آدم، یقول آدم میگوید که لبیک ربنا و سعدیک، ای من در پیش تو حاضر هستم و سخن تو گوش انداختم. فینادى بصوت، پس ندا می شود به یک آواز، به صدای یک آواز ندا می شود: ان الله یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار، که الله عز و جل هر آینه امر میکند که تو از فرزندانت یک گروه را، بعث یعنی که یک مقدار معینی را جدا کن، ببرار. فقال یا رب، پس آدم علیه السلام گفت که ای پروردگار، ما بعث النار، یعنی که همون بعث یعنی که همون چی است؟ عددی همون آتش چقدر است؟ عددی که با آتش درآورده می شود چقدر است؟ بعد الله عز و جل چه گفت؟ من کل 1999، هر 1000 نفر 999 نفر را چی هستند؟ دوزخی هستند، ای برای دوزخ برار. در این حال میگه وقتی که الله اینه گفت که از 1999، پس در این حال میگه حاملدار حملش میگذارد، کودکی
خردسال سرش سفید می شود از شنیدن همین سخن. و الله میگه در اونجا که و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید، سوره حج این آیت. میبینی که مردم گویا که مدهوش هستند، گویا که عرق خوردن. و ما هم بسکارا، آنها عرق ننوشیدن، آنها مدهوش نیستند، ولی عذاب الله خیلی سخت است. یعنی از سختی عذاب آنها خود را چی؟ مثل که چی باشند؟ مدهوش باشند. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، پس برای مردم وقتی که این سخن شنیدن خیلی دشواری و خیلی سخت رسید، حتی چهره های آنها دگرگون شد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من یأجوج و مأجوج 999 و منکم واحد. گفت که از یعنی که مقصدی که الله از 1999 کس و دوزخ، این از قبیله چی؟ از قوم یأجوج و مأجوج و از شما یک کس. خلاصه این حدیث بود و این درباره چی بود؟ اصلی که آنها را نامگذاری کردن و از کدام نسل هستند. و درباره شکل یا که وصف آنها حدیث آمدگی اند برای صفاتشون که آنها ریاشو گرد هستند، دایره بر این گرد هستند و چشمان آنها یعنی که تنگ است و یعنی که پشمی میپوشند. خلاصه همین بعضی وصفاشون است. گوشاشون کلان هستند. خلاصه همین وصفاشون است. الله عز و جل در سوره کهف 93 تا 99 آیت میفرماید ذوالقرنین وقتی که طواف میکرد، گرد میگشت در روی عالم، در زمین رسید که در یک جای رسید، در اونجا قومهای را دریافت. خلاصه الله عز و جل اینجا میگوید درباره ذوالقرنین وقتی که دنیا را گرد میزد، الله چی گفت؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وقتی که ذوالقرنین در زمین چرخ میزد میگشت، پس الله دربارش حکایت میکنه در قرآن که به یک جای رسید، تا آنگاه که به غروبگاه آفتاب رسید، به نشستگاه آفتاب رسید. در آمدن آفتاب را چنان یافت که در چشمه تیره و گل آلوده فرود می رود و نزد آن، در همون جایی که آفتاب فرو می رود، در نزد آن قوم را یافت که فساد و ستم می کردند. یعنی قوم یأجوج و مأجوج بودند. گفتیم یعنی به ذوالقرنین ای ذوالقرنین، یا آنها را عذاب میکنی و یا میان آنان نیکی در پیش میگیری و همه را میبخشایی. پس الله باز میگوید قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین گفت اما هر کسی ستم کند او را عذاب خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود، او هم وی را به سختی عذاب می کند. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. و اما هر کسی ایمان آورد و کار شایسته کند، پس پاداشی بهتر برای اوست و کار را بر او آسان خواهیم گرفت. ثم اتبع سببا، سپس ذوالقرنین در ادامه راه را پی گرفت. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا وقتی که به جای برآمدن آفتاب رسید، دید که آفتاب به مردمان میتابد که برای حفظ خود از آن پوشش به نام جامه یا که سرپناه به نام خانه نداشتند. یعنی در بیابانی چی؟ در بیابانی سوزان که سرپناه برای خود نداشتند و آنان همچون انسانهای اولیه لخت برهنه و چی برهنه در بیابانی گرم و سوزان زندگی میکردند. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. سرگذشت ذوالقرنین و ملتها این گونه بود و یقینا ما به آنچه نزد او بود احاطه داشتیم و کارهایش زیر نظر ما بود. ثم اتبع سببا، سپس ذوالقرنین برای سفری دیگر راه را
پی گرفت. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، تا آنگاه که به میان دو کوه رسید، پشت آن دو کوه مردمی را یافت که گویا هیچ سخنی را نمیفهمیدند مگر به مشقتی سختی. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینهم سدا. آنان با رمز یا که اشاره و با هر وسیله‌ای که ممکن بود گفتند ای ذوالقرنین، همون قوم یأجوج و مأجوج با کشتن و غارت و تخریب در این سرزمین فساد میکنند. آیا میپذیری که ما مزد برایت قرار دهیم تا میان ما و آنان یک پرده یا که یک سدی یا که یک دیواری بزرگی بسازی؟ قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعنونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما. ذوالقرنین گفت که آنچه پروردگارم در آن به من قدرت داده از کمک مالی شما بهتر است، پس مرا با نیروی خود کمک کنید تا میان شما و آنان دیواری یا که سدی محکمی استواری بسازم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. برای من پاره‌های آهن بیاورید و در شگافی این دو کوه بریزید تا آنگاه که میان دو کوه هم سطح و برابر شود. آنگاه گفت اینک آتش بیافروزید و در کوها بدمید تا وقتی که آنها را مانند آتش سرخ گرداند. گفت اکنون مسی گداخته بیاورید تا روی آهنها بریزیم. چنان دیواری آهنینی یا که سدی محکمی ساخته شد که قوم یأجوج و مأجوج نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند در آن رخنه پدید آورند، یعنی او را شکاف کنند، رخنه کنند، در او نتوانستند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ذوالقرنین گفت این رحمتی بزرگی از پروردگاری من است تا موعد مقرر پابرجاست. همون دیوار آهنین تا موعد مقرر پابرجاست. هرگاه وعده پروردگاری من فرا رسد، آن صد، آن دیوار، آن پرده‌ای که بین شما گذاشتن و بین یأجوج و مأجوج را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است و در آن روز پایان جهان مردم را رها میکنیم تا در بعضی همچون موج در آمیزند و چون در سور دمیده شود همه را یک جا گرد خواهیم آورد. این بود قصه که ذوالقرنین بین همون قومی که یک مشقت هم دیگر میفهمیدن با اشاره و با هر وسیله بین آنها و بین یأجوج و مأجوج یک سد دنبه زد که آنها دیگر او را سوراخ کردن نمیتوانستند و رخنه کردن نمیتوانستند. بعد پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم خبر داده بدارم وقتی که در حیات بدنش پیغمبر گفته بود صلی الله علیه و سلم که باز شد، یعنی آنها رخنه کردن، سوراخی کردن، یک سوراخی خرد کردن مثل یک حلقه، مثل یک انگشت. و در صحیح بخاری از زینب بنت جحش ان رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که میگوید زینب بنت جحش همسر پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم که دخل علیها یوما فزعا، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خانه زینب بنت جحش در آمد و روز در آمد در حالتی چی بود؟ در حالتی هراس. یقول میگوید که لا اله الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب. پیغمبر چی گفت؟ کلمه شهادت گفت و
گفت که هلاک ویل و هلاک بر عرب از بدی، از همون بدی که خیلی نزدیک شده است. گفت که از همون دنبه‌ای که یا که سدی که ذوالقرنین کرده بود بین آنها و بین قومها، بین قوم دیگر، از همون دنبه میگه یک سوراخی کردن و به دستاش حلقه کرد و نشان داد که پیغمبر صلی الله علیه و آله به انگشتاش حلقه کرد و نشان داد که هم قدر مثل انگشتش دو انگشتش اشاره کرد. پس زینب بنت جحش چی گفت؟ قلت یا رسول الله، گفتم ای رسول الله، انهلك و فینا الصالحون، آیا ما هلاک میشویم و در ما نکوکاران هستند؟ یعنی با همراهی ما مردان نکوکار زندگی میکنن؟ قال نعم، پیغمبر گفت بله، اذا كثر الخبث، پیغمبر چی گفت؟ بله اگر که خبث یعنی چیزی خبیثی، فسق و فساد زیاد شود پس همه هلاک می شود. خلاصه در حدیث نواس ابن سمعان در حدیث امام مسلم که بد روایت میکند، بعد گفتیم که وقتی که عیسی علیه السلام در همون قلعه، وقتی حکایت کردیم در درس گذشته که عیسی علیه السلام در قلعه بود و بعد اومدن امام شد، امام مهدی امام شد و نماز گذاشتن. پس از اون وقتی که بر آمدن عیسی کشنده دجال است. پس پیغمبر چی گفت؟ عیسی ابن مریم دجال طلب کرد، از دمش رفت حتی یدرکه بباب اللد. پسش که رفت در همون یک منطقه که نامش باب اللد بود، در همونجا او را دستگیر کرد. این یک قشلاقی است در فلسطین حاضر. فیقتله، پس دجال کشت. ثم یأتی عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم. خلاصه وقتی دجال کشت، پس عیسی ابن مریم به یک قوم آمد، قوم که اون قوم الله عز و جل نگاه می‌دارد، یعنی که الله آنها را رحم میکند، مهربانی و شفقت میکند، لطف میکند. و یحدثهم بدرجاتهم فی الجنه، و عیسی علیه السلام برای آنها درباره بهشت، درجه های آنها در بهشت سخن میزند برای مقاوم قطعی عیسی علیه السلام هستند. فبینما هو كذلك، پس در این حالی که وی با آنها با هم قوم صحبت میکرد عیسی علیه السلام، الله به عیسی علیه السلام وحی فرستاد، وحی کرد انی قد اخرجت عبادا لی لا یدانی لاحد بقتالهم. خلاصه گفت که الله وحی کرد به عیسی علیه السلام که الله گفت که من یک قوم های را، یک بنده هایم را که بیرون ساختم. بنده ها کی بودن؟ همون قوم یأجوج و مأجوج بودن. گفت آنها را رها کردم. همه این به چیه؟ به اذن و خواست الهی است. آنها را آزاد کردم که یگان کس قدرت و طاقت جنگ آنها را ندارد. فحرز عبادی، ای همون قومی که بنده هایم که قطعی تو هستن، همراه تو هستن، آنها را جمع کن گردت. پس همون بنده ها را جمع کن و به کوه تور روید. کوه تور یک کوهی است در مصر، در سینا، در زمین سینا میگن. و یبعث الله یأجوج و مأجوج، که الله عز و جل می فرستاند چرا؟ یعنی رها میکند یأجوج و مأجوج در زمین. و هم من کل حدبی، ای آنها از هر یک جای بلندی، منطقه بلندی می ینسلون، می برایند، می روند، شتابانه می برایند، از جای بلندی و شتابانه می آیند. فیمر اوائلهم على بحیرة تبریه فیشربون ما فیها و یمر آخرهم فیقول. پس وقتی که می برایند از همون کوهی که، از همون دنبه‌ای که بین آنها ذوالقرنین گذاشته بود، از آن میبرایند، میبرایند و به خواست الله یک بحرچه میگذرند، بحر میده میگذرند که نامش تبریه بود. به همون میگذرند، بحر همش مینوشند. آخران آنها میگذرد، میگوید که در همین بحرچه گفت یک وقت آب بود، یعنی که وقتی که میگذرند، اولش میگذرند مینوشند، آخرانش میگه که بحر خشک شده است از نوشیدن آنها. چقدر وقت به چی بدن؟ به طعام و به غذا، که همه همون بحر قطعی، همون ماهی و همه چیش می نوشند. و یحصر نبی الله عیسی و اصحابه، و در همون کوه محاصره می شوند، یعنی داشته می شوند، از کفر آمدن نمیتونن. پیامبری الله عیسی و همون یارانش، حتی یکون رأس الثور لأحدهم خیرا من 100 دینار لأحدكم اليوم. خلاصه میگوید که همون سری بقا میگه بهتر است برای آنها از 100 دینار برای یک شما در همین وقت، در همین روز. یعنی که چقدر چی میشوند در همونجا میمانند، چقدر وقت میمانند که سخت گرسنه میشوند و سخت چی میشوند، به طاقت میشوند. عیسی علیه السلام و یاران او از الله زاری میکنن، الله دعا میکنن
دستا را میبرن به چی در آنها در حالت چی بدن؟ در حالت بلا، دوچار بلا بدن، دعا میکنن الله عز و جل را. وقتی که دعای از تحت دل، دعای از یقین، دعایی که انسانی که نیاز دارد به الله، حاجت دارد، عیسی علیه السلام پیغمبر است، دعای پیغمبران مستجاب است. پس وقتی که دعا میکنن او و یارانش، فیرسل الله علیهم النغف، الله عز و جل به آنها چی را میفرستاند؟ نغف این یک چی است؟ یک کرمی هست. یک کرمی هستی که در همین بینی شتر یا که گوسفند میزند، در بینیش میزند و در بینی شتر یا که در بینی گوسفندان میزند. یعنی که الله دود کرمی را میفرستاند، کرم که اون کرم چرا همه همین یأجوج و مأجوج همه را نیست میکند. پس اون کرم چی؟ آنها را میکشد. فیصبحون فرسا، ای الله آنها را به سبب همون چی؟ همون کرم میکشدشون. یعنی که همش یک لخت وفات میکنن، همش یک لخت میمیرند. وقتی همون کرم الله میفرستاند همش یک لخت یک جای میمیرند، مثل مردن یک کس. ثم یهبط نبی الله عیسی و اصحابه الى الارض. پس وقتی که عیسی علیه السلام میبیند که یأجوج و مأجوج، قوم یأجوج و مأجوج وفات میکنند، پس از کوه میفراید به زمین. فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم و نتنهم. ای وقتی که میفرند در زمین که میبیان، همه همون روغن آنها وقتی که میمرد روغناش میبرایند، بو میکنن، بوی بدی میکنن. ای باز در همین جا وقتی که میبینن همونجا بو گرفتگی است و همه روغن است و گوشتی مرده آنها بو گرفته است، خیلی بوی بد. پس به الله دستی نیاز میبردارند، دعا میکنند که الله عز و جل امین بلاء از آنها بردارد. فیرسل الله طیرا کاعناق البخت. خلاصه الله میفرستاند چرا؟ یک پرنده را که پرنده های را، یعنی مثل چی؟ گردن شتری دراز، مثل گردن شترهای دراز، یعنی گردناش دراز بودن پرنده ها را. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. پس همه همون مرده های آنها را میگیرند و از همونجا پاک تازه میکنند به دیگه جا میبرند، جایی که الله خواست. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه. الله عز و جل بعد که آنها را هم پرنده ها میگیرند، مرده هاش را میبرند، الله عز و جل چرا امر میند که آسمان باران بارد و اون باران به همه جا میرسد. ای چه خانه خاکی پیش خانه خاکی بدن، خاکی سخت، و چه خانه های چی بدن؟ از پشم. فیغسل الارض حتی یترکها کالزلفه. پس همون باران وقتی که میفرد به همه جا میرود، همه زمین پاک میکند، همه زمین میشوید، پاک میکند. زمین مثل چی میشود؟ مثل آینه میشود. آینه میشود که انسان روی خود را در همون زمین دیدن میتواند، از تازگی همون زمین که پس از باران میبارد. پس الله امر میکند زمین، ثم الله میگه به زمین که همه رستنی و همه میوگی که داری به بالا برار. پس همه برکت زمین میبرارد همون روز. پس همون گروهی که قطع عیسی علیه السلام هستند از همون میوگی ها میخورند، تن مثل انار. و یستذلون بقحفها. و پس بعد آنه که همون میوگی رو میخورند به همون پوست همون میوگی ها چی میکنن؟ برای خود سایگی میکنن، از آفتاب چنین نگه میدارن، مثل زانتیک میگیم. و یبارک فی الرسل. و الله برکت میگذاره در چی؟ در شیر. حتی ان اللقحه من الابل. حتی همون شتری که شیر دارد، شتری که پر از شیر است، لتکفی فئام من الناس. یعنی که همون شیر شتر یعنی که میرسد یا که بسنده است به یک جماعتی و یک گروه بزرگی از چی؟ یک گروه بزرگی، عددی بزرگی از مردم، با آنها همون شیر بسنده است. و یک گاوی که شیر دارد، گاو شیردار، میگه بسنده است به یک قبیله از مردم. و اللقحه من الغنم لتکفی الفخذ من الناس. و همون گوسفند ماده‌ای که شیر دارد، پیستان دارد، به یک گروه از مردم بسنده است و آنها میگه همون خیش و تباری هستند که به همدیگر نزدیک هستند. فبینما هم كذلك اذ بعث الله ریحا طیبه. یعنی آنها به همدیگر نزدیک و قبیله از قبیله و هم خیلی در محال بدن که پس الله عز و جل به آنها یک خوشبویی را میفرستاند. فتقبض روح كل مؤمن و كل مسلم و یبقى شرار الناس یتهارجون فیها تهارج الحمر. خلاص الله یک خوشبویی را میفرستاند که از زیر کش، از تگ کشاشان میگیرد، از زیر تگ کشاشون میگیرد و روح آنها را
یعنی جان آنها را، جان هر یک مؤمن و مسلمان میگیرد همون خوشبویی. و باقی میماند همون آدمای بد، یعنی آدمای مؤمن و چی به همون خوشبویی وفات میکنن، مؤمن و مسلمان. و باقی میماند کی؟ مردمای بد باقی میمانند، مردان زنان در بین، یعنی در پیش مردم، در وجود داشتن مردم در پیش مردم با همدیگر خواب میروند، مرد و زن، مثل خر، مثل حیوانات، یعنی که از مردم پنهان نمینن خود را، در حضور مردم زنا میکنن، مرد زن، مردان زنان. فعلیهم تقوم الساعه، پس روز قیامت در همون حال میگه روز قیامت برپا می شود. در روایت دیگر میگه که وقتی که یأجوج مأجوج وقتی که میبرن در زمین همه را چی میکنن، یعنی این همه در همون گرد و اطراف چی بود، همون وقتی که آخران از یأجوج و مأجوج میبرند و به طرف چی میروند، به طرف کوه میروند. کوهی میگه کوه خمر. کوه خمر این یک چی است؟ یک خمر یک درختی است که یعنی که همون شاخه‌هاش به هم دیگر پیچیده که مردم در پس همون پنهان میشوند. بعد این در جبل همون کوه از کوی در بیت المقدس است. پس یأجوج و مأجوج میگویند که ما لقد قتلنا من فی الارض، که ما همه را کشتیم در این زمین، پس بیایید که در زمین همه را کشتیم، پس بیایید آنهایی که در آسمان است آنها را بکشیم. ای وقتی که بعد یعنی که همون غولک میگیرن و همون تیری کمان، تیری غولک میگیرن و به آسمان تیر میاندازن با غولکاشون قطعی به سوی آسمان. فیرد الله علیهم نشابهم مخضوبة دما، پس وقتی که تیر غولک می اندازن به آسمان، تیر می رود به آسمان و بر می گردد که در همون سر همون چی است، سر همون تیر همون غولک چی است؟ خون است. پس خیلی همون تیر که می اندازن گمان مینن که در آسمان ما در آسمان کسی بود کشتیمش. بعد این الله عز و جل همون دود همون کرم میفرستاد، همون کرم آنها را نیست میکند. این در روایت دیگر از خلاصه. این بود قصه همونا و کشتنی و همون کشته شدنی یأجوج و مأجوج وقتی که کدام وقت میبرن و کدام وقت الله عز و جل آنها را به سبب همون یک کرمی که از آسمان میفرستاند آنها را نیست میکند و جسد آنها را هم چخلی که گفتیم در این بالا در این حدیث الله آنها را نیست میکند. این بود یکی از نشانه های بزرگ روز قیامت که ما برای شما گفتیم. خلاصه این بود درباره قصه یأجوج و مأجوج. خیلی که خلاصش بود برای که اگر که ما قرار نقل کنیم خیلی وقت ایجاد میگیرد و خیلی سلسله ها میشود، اگر به تفسیری نشر دهیم برای همین ما هم خلاصش گفتیم و از این قدرمون درباره قصه این از قرآن و این قدر حدیث های دیگر آوردیم گفتیم. درباره این بسیار از با حدیث ها هم بسیار است، که خیلی همینش بسنده است، همین یعنی که همچون خلاصه و همچون مختصر کرده برای شما فهموندیم. ولی این قصه ها برادر گرامی نه اون مثل اون قصه های هستند که از خود میبافن و دیگر انسان ها از خود میبافن و قصه ها را زیادی میگن. این چیزی که در قرآن و سنت بود ما برای شما همان از قرآن و سنت آوردیم، یگان کلمه از خود زیاد یا که کم نکردیم برادر گرامی. و این درس را گوش کنید، بهره برید و به دیگران روانه کنید که بهره مند شوند. این قصه ها برای چی است؟ این قصه ها نه اینکه قصه های برای گوش کردن و لذت بردن، نه، این قصه ها برای انسان پند گیرد و چقدر که علامت های روز قیامت نزدیک شده ایستادن و بعضیش گذشتند و بعدش آماده ایستادن. انسان باید آمادگی خود را بیند و توشه داشته باشد از عمل خیر برای روز قیامت که روز قیامت بسیار سخت است. عالم انسان وفات کرد و در عالم برزخ می شود و عالم برزخ هم خیلی مدتی درازی دارد، عالم برزخ، حیات برزخی. برای همین انسان باید همون برای عالم برزخ خود را آماده کند از توشه از عمل نیک که سفر خیلی دراز است. و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.